سلام. 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 نرم افزار آزاد چیه؟ نرم افزار آزاد نرم افزار آزاد نرم افزاریه که وقتی از نظر من نرم افزاریه که وقتی شما یک حقی رو ازش خریداری میکنید یا یک لایسنس رو میخرید بتونید تا ابد اون رو داشته باشید ازش استفاده کنید. They told me that a free software, as they say it, it's like a kind of software that you don't have to pay for it. It's accessible for everyone. Everyone can change it as far as I remember. Am I right? Yes. Okay, anything else? نرم افزار آزاد نرم افزاری که آزاد باشه. جدی میفرمایید؟ میدونین کی شروعش کرده؟ نه. شروعش که نه، حقیقتا نمیدونم که شروعش کرده. لینوکس تورباش. نه. افرادی مثلا مثل آقای ریچارد استالمن بودن. به نظرتون کی تموم میشه؟ جشن امیدوارم هر چه زودتر. یعنی جشن نه، ببخشید، این مصاحبه‌ای که منو به زور آوردن. Sorry. نرم افزار آزاد تموم شدنی نداره، چون مشارکت کننده های خیلی زیادی داره در سطح جهان و برنامه‌نویسای خیلی علاقه‌مندی وجود داره که مطمئنا تا همیشه ادامه پیدا میکنه. تازه شروع شده و تازه بزرگتر هم میشه. فکر نکنم تمام بشه. به نظر من هیچ وقت تمام نمیشه. تازه از این به بعد قراره بیشتر و بیشتر هم بشه، با توجه به اینکه آدما دارن دانششون بیشتر میشه نسبت به یه سری مسائل و اطلاعات. من فکر میکنم که کم که نمیشه، هیچ بیشتر هم میشه.